سلام بچه ها، خیلی خوش مدید به این ویدیو. امروز مدام با یه ولاگ خفن. امروز میخوام بریم مسافرت. البته من خودم الان توی مسافرت هستم، توی خونه مادر بزرگ و پدر بزرگم، ولی میخوام بریم سلیمانیه، شهرستان سلیمانیه و اونجا میخوایم بریم چاویلان. چاویلان یه شهر بازی بزرگه در کلن بزرگترین شهر بازی در کشور عراق و میخوایم که کلی بهمون خوش بگذره. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. راستی میخوایم بریم فامیلی مال، یه پاساژ خیلی بزرگ و من تا حد ممکن براتون ویدیو میذارم و کلی بهمون خوش میگذره. لایک و کامنت حتما یادتون نره. خب بچه میخوایم با این ماشین بریم. بچه این ماشین که اینجا میبینید، من داییم که توی آلمان اومده این ماشین رو گرفته. من میخوایم با این ماشین بریم. حالا لنیا هم میاد با ما. من و لنیا میریم اینجا صندوق عقب، چون که جامون نمیشه و واقعا بچه فکر نکنید که مثلا جامون تنگ انقدر بزرگه که هممون جا میشیم توی ماشین. خب بچه بیرون رو نگاه کنید و اینجا هم خونه مادر بزرگمه، ببینید. بچه لنیا چون که کار داشت که به خاطر همین نیومد. بچه اینم برادرمه، قربونش بشم. خب بچه خوراکی هم آوردیم کلی. ببینید بچه 2 تا چیپس آوردیم، یک کیک، این کیک و آب نبات و 5 تا آب نبات آوردیم با این چیزا پاستیل. 2 تا پاستیل آوردیم که قرار همش رو بخوریم توی ماشین. این چیپس ساده و این چیپس سرکه‌ای که ما حالا یه کمیشو خوردیم. خب بچه اینجاست، اینم لنیا. باشه بریم سوار بشیم. خیلی بزرگه بچه، ببینید اینجا. منم سوار بشم. آی خب بچه در بسته شد و دیگه تموم. الان حرکت میکنیم. بچه اگه بریم سلیمانی 2 ساعته، برگردیم هم دیگه 2 ساعته، کنن 4 ساعت. 4 ساعت تا رفته و برگشت. بچه الان هم 2 تا آب نبات آوردیم که بخوریم. بگیر. خب بچه بعد مدیم دنبال خالم که بریم. ولی بچه لنیا دیشب تو خونه مادر بزرگم خوابید، به خاطر همین که الان اینجاست. خب بچه بعد پتو آوردیم که دیگه راحت باشیم و الانم بالش میاریم که دیگه راحت باشیم کلن و بخوابیم. خب بچه الان چیپس. بچه زود فقط یه کم گذشت که اومدیم توی ماشین، دیگه دلمون خواست که بخوریم. خب بچه ها رسیدیم. اینم از شهر سلیمانیه. خب بچه هنوز همراه هم باشید، چون که چاویلان و فامیما هم براتون ویدیوش هم میذارم. بچه ها اینم از فامیلی ما. بریم که شروع کنیم. بچه ها این سالناشه که خیلی واقعا بزرگه، ببینید. بچه منم دیگه تا حد ممکن که بتونم براتون ویدیو بگیرم، زیاد نمیتونم براتون ویدیو بگیرم
ولی تا حد ممکن براتون میگیرم. خیلی بچه جای خوبیه. اینجا هم ببینید بچه روی یخ حالا اسکیت سوار میکنید. اینجا رو ببینید وسایل های مدرسه و کلی اسباب بازی داره. کفش فروشی، اینجا هم عطر فروشیه بچه ها. خب بچه ها اینجا هم خیلی خوبه بچه ها، تو شین بازی و برای بچه هاست که میتونید کلی بازی کنید. بچه اینقدر بزرگه و جاهای خیلی خوبی داره که من دیگه نگم براتون. خیلی واقعا جای بزرگ و خوبیه. بچه اومدیم فروشگاهش که پر بود از چیز میز. فقط این کتابا رو نگاه کنید چقدر قشنگ و زیبا بودن. کلن وسایل تحریر رو ببینید. اینجا وسایل نقاشی بود که من هیچ کدومش رو نیاز نداشتم چون همش رو دارم. ببینید خیلی چیزای قشنگی داره. چقدر کوچولوه این یکی. این مداد رنگی. خب بچه حالا من تصمیم نگرفتم ولی میخوام شاید یکی از این کتابا بخرم. واقعا بچه کتابا اینجا هم خیلی گرونه. مثلا این 3 نمیدونم 3.5. یه کتاب دیگه آوردم 6 بود. ولی خیلی خوبه چیزاش. خب بچه اینجا هم وسایل خونه هست، قابلمه و کلی چیزای دیگه. خب بچه اینجا هم اسباب بازی بود. اینا هم من خیلی دوست داشتم بچه. قطعه درست میکردیم ولی خیلی زمان بره و حوصله‌اش میره. کلا من زیاد لگو از این چیزا دوست ندارم. خب بچه ما حالا رفتیم یه فروشگاه که ویدیوشو براتون گذاشتم. خریدمونو کردیم. خب بچه اینا خریدمونو کردیم و کلی گشتیم. حالا دیگه من تا جای ممکن تونستم براتون ویدیو گذاشتم. بچه اینو ببین چقدر خوشگله. خیلی واقعا بچه پاساژ خوبه. حتما اگه شما خواستید بیاد حتما بیاد فامیلی مال. حالا جای دیگه هم هست مثل مجیدی مال و اینها ولی ما چون که دیگه وقت نکردیم فقط وقت کردیم بیایم فامیلی مال و واقعا جای خیلی خوب بود. بچه اینم از فامیلی مال.